میخوای دعوا ببینی؟ برو تو اینستا سرچ بزن ازدواج جورجینا، هر پستی آورد بزن روش، برو کامنتاشو بخون. ماشاءالله همه پسرای سرزمینم که زیر پستا میگن آره جورجینا 5 سال به خاطر کریستیانو رونالدو وایساد، تازه با هم بچه هم آوردن. از اون سمت ماشاءالله خانمای سرزمینم هم میگن مشتی عوضش نگین انگشتر دست جورجینا اندازه کله بابای توه. نمیگم اینا درست میگن، نمیگم اونا درست میگن، باید بگم همشون گل. آره این منت گذاشتن درست نیست اصلا. این ویدیو رو ببین تا با هم ببینیم که حق با کیه اصلا این وسط. ببینیم اصلا درسته آدم ازدواج یا رابطه‌ای که میخواد داشته باشه مثل جورجینا و کریستیانو رونالدو باشه یا نه. اگه دلبر و دل تویی دلبر کدامم بگو دلبر تویی. خب موضوع اول، اصلا خودتو مقایسه نکن عزیز دلم. نه شما کریستیانو رونالدویی نه خانومیت قراره جورجینا باشه. البته که ایشالله هم شما کریستیانو رونالدو باشی هم خانم جورجینا باشه، ولی نیست. قربونت برم اینجا ایرانه. اولا نه جورجینا کسی بود که اگه کریستیانو رونالدو ولش میکرد ضربه اقتصادی بهش وارد میشد. مثلا اگه کریستیانو رونالدو فرداش میومد میگفت خانم جورجینا من از دست شما خسته شدم، بیا این بوس، خداحافظ. قرار نبود جورجینا آسیب ببینه. من آن آواره بشکست و نه شما داخل کشوری زندگی میکنی که مثل کشور اونو اگه یه دختری قبل از ازدواج رابطه جنسی داشته باشه یا توی رابطه طولانی مدت بوده باشه روش اسم نذارن. هرچند خیلی از جاهای ایرانی مسئله اوکیه، خیلی ها باهاش اوکیان و مشکلی ندارن، ولی باید بپذیری که هنوز این مسئله برای بخش بزرگی از ایران جا نیفتاده. اگه هم فکر میکنی جا افتاده من بهت پیشنهاد میدم برو 2 تا پست اندروتیت رو نمیدونم از این فیلمای مردهای آلفا و سیگما با آهنگهایی مثل بام 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 درد و نفرین از این پستا پیدا کن، برو کامنتاشو بخون. یه مش بچه 10-11 ساله ریختن و همشون هم اینطوریان که آره دختر باید تست باکرگی قبل ازدواج بده و فلان و بیسال و بهمان. کسافت چی داری میگه؟ رو بندازم این دیوید این چی داره میگه؟ ولی میخوام بگم تو نمیتونی از این جنس شعور، نمیگم بالایی نمیگم پایینی، خلاصه من با قشر خاصی دعوا ندارم. ببین این سوالا دیگه از من نپرس، من نیستم تو پالیتیکس. آقای محترم، ولی میخوام بگم از این جنس جامعه نمیتونی توقع داشته باشی که اوکی باشه. کلا نگاه کنی 95% ازدواجای ایران اینطوریه که دختر اکثرا درگیر اخلاق گوه پسره است. حال من دست خودم نیست و مجبور تحملش کنه صرفا چون میدونه اگه بخواد این رابطه طولانی مدت رو تموم کنه توی دانشگاه یا توی فامیل یا توی محل کارش روش اسم میذارن. نزار برن نگرشون دار بگو بمونن من دارم میرسم. حالا صرفا هم اخلاق گوه نیست، خیلی وقتا بیپولی هم هست که من بمیرم برای پسرای سرزمینم، همش به خاطر این شرایط اقتصادی و شرایط زندگیه که داخل ایران وجود داره. البته بنده یه سری افراد رو داشتم که دلیل نارضایتیشون توی رابطه کوچیک بودن یه چیزی بوده که باید بزرگ باشه که خب کوچیک دیگه تو ایران راه بیاین باش دیگه مبارک صاحبش بشه. پس تو اگه دوست داشته باشی میتونی از پارتنرت یا از دوست دخترت بخوای که رابطه قبل از ازدواجی مثل جورجینا و کریستیانو رونالدو داشته باشین. منظورم ماچ و بوس و نمیدونم زد و خوردای آخر هفته و طولانی بودن تایم رابطه قبل از ازدواج و از این حرف هست. ولی تو باید یه سری شروط رو رعایت کنی. چی تو دسته؟
یعنی باید به یه سری شروط مقید باشی و حالا اون شرط ها چیه؟ باید کشوری که توش زندگی میکنین فرهنگ این مسئله رو داشته باشن. حالا کشور هم نه، ولی حداقل محیط اجتماعی و خانوادگی اطراف دختره این فرهنگ رو داشته باشن. حالا میخواد داخل ایران باشه، میخواد خارج از ایران باشه، ولی هر جا که هست باید اینطوری باشه که روی دختره بعد از رابطه طولانی مدت اسم نذارن، چون تو با این کار پارتنرت رو به سمت ریسک و خطر هدایت میکنی. Un video más, mi gente, para perder el tiempo. Empecemos. اگه از طرف مقابل توقع داری که 5 سال به خاطر تو صبر کنه تا تو تازه بخوای تصمیم تو بگیری میخوای خانومی رو نمیخوای خانومی رو، از این حرفا، پیژامه داداشتم دیدی؟ باید آزادی انتخاب و آزادی اقتصادی بهش بدی. دقت کن، این که تو بگی خانمی من شما رو دوست دارم، میخوام باید ازدواج کنم و فقط یه 5 سال فرصت نیاز دارم که بتونم شرایط رو مهیا کنم، فرق داره با این که بگی آقا مثلا 5 سال صبر کن تو حالا من تصمیم بگیرم میخوام ازدواج کنم نمیخوام ازدواج کنم، از این ناز و اداهایی که نگم. خلاصه عزیزم با طعم لیمو شیرین به چش تلخ نشه. من برای حالت دوم دارم میگم تو باید این آزادی ها رو بهش بدی. آبا بگیر. حالا آزادی انتخاب چیه؟ اینه که آقا اگه این خانوم مثلا توی این 5 سال احساس کرد که تو داری تنبلی میکنی، نمیدونم دیگه اون آدم سابق نیستی، این حق رو داشته باشه که تو رو ول کنه. نه. یا این که اگه این خانوم مثلا سال 3م 4م یه شخصی پیدا شد که خیلی از تو یه سر و کله بهتر بود، حالا از این حاجی بازاریایی که مثلا دوست دارن شوگر ددی بشن و از این حرفا، اگه پیدا شد توی زندگیش، بهش این حق انتخابو بده که خودش انتخاب کنه کدومو میخواد. اگه مون که بدون به درد تو میخوره، چون به هر حال اون یه کیس بهتر رو به تو ترجیح داده. اگه مون بدون که خب اون طرف با افت کردن و تنبل شدن تو یه سری جاها راه میاد. ولی خب اگه انتخابش این بود که نه مثلا اگه تو تنبل شدی تو رو ول کنه، یا اگه یه شوگر ددی پیدا کرد، یا حالا اگه یه کیس بهتر اومد پیشش تو رو ول کنه، بدون از همون اول هم به درد تو نمیخورده. نمیگم آدم بدیه، به هر حال هر کسی حق انتخاب داره، ولی به درد تو نمیخورده. دیگه به درد نمیخوره این دنیا. و از این حرفا واقعا چقدر سخته، من باید دائم یه جوری حرف بزنم که به هیچ کس بر نخوره. به هر حال باید این مسئله رو بپذیری که برای اون خانم ریسک داره که بیاد زیبایی، زندگی و جوونیشو در اختیار تو قرار بده، که تو تازه بخوای بعد از 5 سال تصمیم بگیری میخوای باشه ازدواج کنی یا نکنی. اون خانم توی این 5 سال، حالا یا 6 سال یا 7 سال، داره از زندگی خودش میذاره و پیر میشه، سنش میره بالاتر، شاید تعداد کیس های ازدواجش کمتر بشه. کسافت چی داری میگه؟ رو بندازم این دیوید. این چی داره میگه؟ دروغ میگه. من هیچ قصد بی احترامی ندارم. خانوم سرزمین من مثل شرابه، هر چی سنش بره بالاتر ارزشمندتر، پخته‌تر و دلنشین‌تر میشه و بیشتر شوهر خودشو مست خودش میکنه. حالا پاچه خاری رو بذاریم کنار، میخواستم اصل مطلب رو بهتون بگم که شما نمیتونین از طرف بخواین 5 سال از زندگیشو بیاد مفت در اختیارتون قرار بده. باید بهش آزادی انتخاب بدی توی این 5 سال. حالا آزادی اقتصادی چیه که تو باید بهش بدی؟ یعنی این که تویی که 5 سال میخوای طرف رو معطل کنی که تازه بهش بگی من میخوام باهات ازدواج کنم یا نه، برگردی به طرف بگی کارتو بذار کنار، من زنم باید تو خونه بمونه، زنم باید خونه داری کنه، تو نباید کار کنی. تو که 5 سال میخوای طرف رو معطل کنی میخوری که همچین حرفی رو میزنی. تو اگه همچین خطوط قرمزی داری، همون 1 سال تکلیف خودتو مشخص کن. چرا طرف باید بیاد پل‌های پشت سر خودشو تو زندگیش خراب کنه برای تویی که میخوای 5 سال یا 6 سال یا 7 سال از زندگیشو بگیری و معلوم نیست که کی میخوای باهاش ازدواج کنی. و اینطوری Le deseamos todas las bendiciones del mundo. Vaya con Dios. Swing abanica, alimenta tu familia. تو دنگ خودتو داری توی رابطت، اونم دنگ خودشو داره توی رابطش
و هیچ کدومتون آسیب اقتصادی از سمت هم دریافت نمی کنین و میتونین ریسک این مسئله که شاید بعد از چند سال این رابطه جواب نده رو تحمل کنین. وای دارم آتیش میگیرم دیگه از غصه. پس تو اگه این دوتا شرط دادن آزادی اقتصادی و انتخاب رو به اضافه شرایط فرهنگی خوب کشورت داری، حالا کشور نه محیط زندگیت، میتونی این ادعا رو بکنی که آقا من میتونم از یه دختر خانومی بخوام که آقا بیا ما توی یه رابطه طولانی مدت بریم ولی معلوم نیست که کی میخوایم با هم ازدواج کنیم. و آره این میشه شروطی که تو باید رعایت کنی. حالا میخوام درباره یه موضوع دیگه هم باهاتون صحبت کنم. اینکه آقا چطوری از اول بریم توی یه رابطه درست، چجوری از اول درست انتخاب کنیم. به هر حال باید رو راست بود دیگه. داداشم، خواهر گلم، خونه ای که جلوی درش بیه شاش بیاد توش قطعاً برات اندازه یه دبه ریدن. از همون اول باید درست انتخاب کنی. ببینید دوستان، من کلا 2 تا رابطه توی عمرم داشتم که تازه اولیشم بهم خیانت کرد و من دلم شکست و گریه و پرسه زدن تو کوچه های این شهر و از این حرفا، خلاصه این چیزایی که خودتون میدونین. ولی خب رابطه هم طولانی مدت بودن و حداقل تجربه‌ای که خودم دارم و میتونم در اختیارتون قرار بدم اینه که ببخشین اگه یه وقتا صدای صندلی من میاد توی میکروفون. صندلی بنده یادگار بابا بزرگم از زمان جنگ جهانی دوم. خیلی جدی نگیرین. دوست داره یه وقتا حرف بزنه، خودشو خالی کنه، بهش فضا بدین. اون هم نیاز داره شنیده بشه. حالا جدا از مسخره بازی، اول این که آقا ببین فیتیش چیه. ببین با کی میخوای بری تو رابطه، با کجایی میخوای بری تو رابطه. از همون اولین خطوط رو برای خودت مشخص کن. با همون جنس آدم برو تو رابطه، با همون جنس آدم تصمیم به ازدواج بگیر. از همون اول توی ازدواجات، توی رابطت خیلی از چیزها مشخصه و میدونی که حداقل دیگه اشتباه نمی‌کنی. خیلی از مسائل براتون از قبل انتخاب شده است. مرا معرفت چیه؟ مرا معرفت اینه که اگه ناراحتت کردم معذرت میخوام. اگه مذهبی پسندی از همون اول با مذهبی برو تو رابطه. اگه روشن فکر پسندی از همون اول با یه آدم روشن فکر برو تو رابطه. اگه کرجی پسندی، از اونایی که کویکینا سوار میشن، از همون اول با اون کرجی ها برو تو رابطه. خب؟ No, get him. Tag him gonna know you. Yeah. He don't sneak him. No. Rush him, tag. Rush. خدا شاهد، از من بپذیر این داستان لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد و بیا بریم تو رابطه، من تو رو عوض میکنم و دختره رو درستش میکنم و پسره رو عوضش میکنم، اینا گوهه. بابا تو نمیتونی یکی رو بعد از 25 سالگیش دیگه عوض کنی. میتونی عوض کنی یا خیلی تایم و انرژی میخواد. و باور کن تویی که برای یه لقمه نون تو ایران سگدو میزنی، آخرش هم یه 10 میلیون آخر ماه میرینن کف دستت، وقت این مسخره بازی ها رو نداری. نکن قربون شکل ماهت برم. از همون اول یکی رو پیدا کن که فیتیششو داری، یکی رو پیدا کن که نیاز نداشته باشی خیلی عوضش کنی. دومین که بدون مادر پدر خیلی از چیزایی که میگن درسته. عزیز دل من، هر چی نگی اونا پلیرهای سرورهای قدیمیان. اونا از سیزن 1 توی بازی هستن، رنگشون گلده. بابا تو هنوز تازه اومدی توی این بازی، 2 تا آپدیت اضافه شدی. چرا فکر میکنی بیشتر از اونا سر در میاری؟ اعتماد کن وقتی اونا بهت میگن این بده یعنی بده. مگه این که به مرور زمان برات ثابت شده باشه که آقا مامان یا بابا یکیشون مثلا یکم تختش کمه، که خیلی بعیده توی ایران با همچین چیزی مواجه بشی، چون تو ایران همه یه تختشون کمه. اگه حس میکنی مامان یا بابا اینطوری هن که از سمت جامعه به طور کلی طرد شدن،
به حرفاشون گوش نده، برو یه پیر خردمند دیگه مثلا تو جنگل، حالا تو قزوین نه، برو تو جنگل پیدا کن. از اون نصیحت بگیر بابت ازدواجت. ولی در کل اگه مامان بابات میبینی که آبرو دارن و صورتشون رو با سیلی جلوی مردم سرخ نگه داشتن، به حرفاشون اعتماد کن. وقتی میگن یه چیزی خوبه یعنی خوبه و وقتی میگن یه چیزی بده یعنی بده. ببین این حرفا چرته که بگیم مامان بابا نمیفهمن. اونا هم یه زمانی مثل تو آتیششون تند بوده، اونا هم یه زمانی عاشق بودن. مسئله اینه که تو بر اساس آتیش عشق تصمیم میگیری، اونا بر اساس اون چوبی که توی باسنشونه برات تصمیم میگیرن. و باور کن اونا هم یه زمانی آتیششون مثل تو تند بوده که اون چوبه الان توی باسنشونه. و مورد سوم این که زاویه دید درست به رابطه داشته باش توی زندگیت. توی ایران خیلی ها این مشکل رو دارن. و حالا موضوع چیه؟ اینه که تو نباید طرز تفکرت اینطوری باشه که من برم با یکی تو رابطه یا ازدواج کنم که یه چیزی رو بیاره توی زندگیم. به عبارتی تو نباید منتظر باشی تا یه شخصی بیا تا یه چیزی رو وارد زندگیت کنه. اگه دختری نباید بگی من شوهر میکنم که ماشین برام بیاره، خونه برام بیاره. اگه پسری نباید اینطوری باشی که آقا من ازدواج میکنم که یکی برام آشپزی کنه، خونم رو تمیز کنه. تو به عنوان یک انسان باید یاد بگیری هر چیزی رو خودت برای خودت توی زندگیت برنامه ریزی کرده باشی. اگه دختری روند زندگیت یه جوری باشه که تصمیم داشته باشی 4 روز دیگه به ماشین، خونه اینها خودت برسی، سر کار بری، درآمد داشته باشی. اگه پسری باید روند زندگیت اینطوری باشه که خودت بلد باشی خونت رو مدیریت کنی، نظافت کنی، به مشکلات عاطفی خودت برسی و آشپزی کنی و از این حرفا. خب شاید به خودت بگی که خب پس برای چه آدم باید ازدواج کنه؟ باید بگم که ازدواج رو در واقع تو باید به این چشم ببینی که یک کاتالیزگره، یک کمک کننده است، یک تقویت کننده است. یعنی چی؟ یعنی شما اگه خانومی باید اینطوری باشه که آقا من پلن دارم 10 ساله برسم به ماشین یا به خونه، ازدواج میکنم با کمک همسرم 4 ساله میرسیم به خونه. اگه آقایی باید بگی آقا من مثلا 5 ساله باید آشپزی رو یاد بگیرم، حالا با همسرم زودتر این مسائل رو یاد میگیرم. در واقع تو باید به پارتنرت به چشم یک همراه نگاه کنی، نه به چشم یک سرور، نه به چشم یک نوکر، به چشم یک شخصی که با هم در کنار هم پله به پله زندگی رو میسازیم. میدونم خیلی سخته کسی که اینطوری فکر کنه رو داخل ایران پیدا کنی، ولی باور کن اگه دختری و بتونی همچین پسری رو پیدا کنی، اون پسر از ترکیب دی ان ای جانی دپ و لئوناردو دیکاپریو برای تو بهتره. و اگه پسر هستی باور کن اون زنی که اینطوری باشه و تو بتونی پیداش کنی برات از 1000 تا آنا د آرماس و سیدنی سوینی اینا بهتره. آره خلاصه توی ایران خیلی سخت پیدا میشه آدم مناسب. میتونید برین اگه خانم هستین ایتالیا، اگه هم پسر هستین برین روسیه، اونجا کیسای خیلی خوبی هست. خلاصه آره دیگه داداشیا با هم دیگه جمع میکنیم و دور هم دیگه آره روسیه به راه حداقل. ولی خب این حداقل چیزهایی بود که من میتونستم در اختیارتون قرار بدم از تجربه زندگیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. حسابی مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.